اکنون مسئله پنجم از کتاب فقه میسر، مسئله پنجم فی واجباتها، در بیان واجبات نماز، در بیان واجبات نماز و توضیح آنها با ترتیب زیرین. اولا میفرماید که واجباتها ثمانیه، واجبات نماز 8 است. تبطل الصلاة بترکها عمدا، نماز با ترک کردن این واجبات ها قصدا باطل میگردد. و تسقط سهوا و جهلا، و از روی بے پروایی، یا که از روی بے اهمیتی، یا که از روی فراموشی یا که نادانی از سر انسان ساقط میگردند. و یجب للسهو عنها سجود سهو، میگه واجب است هنگامی که اینها ترک شوند سجده سهو نمودن. و فرق بینها و بین الارکان، و فرق بین این واجبات ها و رکن هایی که پیشتر ذکر کردیم، ان من نسی رکنا لم تصح صلاته الا بالاتیان به، اگر کسی که رکن از رکن های نماز را ترک کرد یا که فراموش کرد، نماز انسان صحیح نمیگردد مگر که آن را بیارد. اما من نسی واجبا اجزا عنه سجود سهو، اما کسی که واجبات را فراموش کرد با سجده سهو آن را جبران میکند، اما رکن ها با سجده سهو جبران نمیشن بلکه آن را میارید. پس رکن ها تأکیدتر از واجبات ها هستند که واجبات نماز 8 تا هستند. اولی انها جمیع تکبیرات غیر تکبیرات الاحرام، همه تکبیرها غیر از تکبیرات احرام که آنها را تکبیرهای گذاشتن از این رکن به این رکن مینامند، تکبیرات انتقالشون میگن. با دلیل گفته حدیث ابن مسعود رضی الله عنه که فرمود رأیت نبی صلی الله علیه و سلم، این که پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم، یکبر فی کل رفع و خفض و قیام و قعود، میگه که من دیدم پیامبر، یا که دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم که در هر بالا شدن و پایین شدن و در قیام و نشستن تکبیر میگفتند صلی الله علیه و سلم. این حدیث رو نسائی در مجلد دوم تحت رقم 205 و ترمذی تحت رقم 153 روایت کردند و گفتند که حدیث خوب و صحیح است و البانی نیز این حدیث را صحیح دونستند. بنگرید صحیح ترمذی تحت رقم 208. و پیامبر صلی الله علیه و سلم تا وفات بر این عمل مداومت کردند و میکردند و فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بگذارید همچنانی که من را دیدید من نماز میگذارم. دوم قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، دوم واجبات گفتن سمع الله لمن حمده برای امام و شخص تنها نمازگزار منفرد. بارک الله فیکم. برای امام و تنها گزار منفرد برمیآید که اگر انسان از پشت امام بخواند مقتدی باشد، از پشت امام سمع الله لمن حمده نمیگوید. با دلیل حدیث ابی هریره رضی الله عنه که فرمودند کان رسول صلی الله علیه و سلم یکبر حین یقوم الی الصلاه، این که رسول الله صلی الله علیه و هنگامی که با سوی نماز برمیخواست تکبیر میگفت. ثم یکبر حین یرکع، هنگامی که با سوی رکوع میرفت تکبیر میگفت. ثم یقول سمع الله لمن حمده، پس سمع الله لمن حمده میگفت. یرفع صلبه من الرکعه، هنگامی که میونش از رکوع برمیکرد. ثم یقول میگفت و هو قائم در حال که میزد ربنا لك الحمد میگفت، ربنا لك الحمد میگفت. این حدیث رو امام مسلم در مجلد اول تحت رقم 293 رقم حدیث 28 ذکر کردند. سوم گفتن ربنا لك الحمد برای مقتدی و امام، سمع الله لمن حمده برای امام است. مقتدی اگر منفرد باشد، انسان منفرد تنها گذار باشد، خودش هم میگه هر دوش رو، اما ربنا ولک الحمد برای امام و مقتدی است، کسی که از امام اقتدا میکند. بارک الله فیکم. با دلیل حدیث ابی هریره از ابو موسی که در آن ذکر می شود و یادآوری میکند، میفرماید که فاذا قال، هنگامی که سمع الله لمن حمیده گفت، قولوا ربنا لك الحمد، بگویید شما مقتدیا ربنا لك الحمد، مقتدیا ربنا لك الحمد میگویند. حدیث روایت مسلم تحت رقم 604 و امام احمد همچنین این روایت کردند. چهارم گفتن سبحان ربی العظیم در رکوع یک مرتبه واجب است، 3 مرتبه سنت است. گفتن سبحان ربی الاعلى در سجده یک مرتبه این واجب است و دلیل اون حدیث ابی حذیفه است رضی الله عنه که میگه یقول فی رکوعه، در رکوع میگوید صلی الله علیه و سلم، یعنی نبی صلی الله علیه و سلم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پیامبر در رکوع میگفتن و فی سجوده در سجده باشد سبحان ربی الاعلى، سبحان ربی الاعلى میگفتن. این حدیث رو اصحاب سنن روایت کردند، که ابو داود، ترمذی، نسائی و ابن ماجه. ششم گفتن ربی اغفر لی بین سجدتین، بین دو سجده و دلیل آن همچنین حدیث حذیفه است رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و روایت کردند که فرمودند که ربی اغفر لی، که بین سجدتین پیامبر الله ربی اغفر لی میگفتند. این حدیث رو نسائی و ابن ماجه تحت رقم 897 روایت کردند که البانی این را در ارواع الغلیل تحت رقم 335 صحیح دونستند. و تشهد اول غیر از کسی که امامش آن را فراموش کرده است و راست خسته است
در این حالت اقتدا از امام واجب است در تشهد اول. در رکن‌ها اقتدا از امام واجب نیست. اگر امام برکت پنجم برخواست نمیخیزی، یا که بامداد 2 رکعت است 3 رکعت خواست نمیخیزی، اما در واجبات از امام پیروی میکنی. اگر در نمازهای 4 رکعت در اتحیات ننشست خست بلکه میخیزی، اما کمی اندک برخست اگر که مقتدی برای آگاهی دادن برمیگردد مینشیند. زیرا رسول الله صلی الله علیه و تشهد اول را فراموش کردند و با آن برنگشتند، بلکه آن را با سجده سهو جبران کردند. و تشهد اول اتحیات اول چنین است: التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفته شود. نشستن برای تشهد اول همچنین با دلیل حدیث ابن مسعود رضی الله عنه که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت فرمودند: اذا قعدتم في كل ركعتين، هرگاه در 2 رکعت نشستید، در هر 2 رکعت خواندن نشستید، بگویید التحیات لله و الصلوات و الطیبات. این اتحیات رو بخونید. این حدیث رو بخاری تحت رقم 1230 و مسلم تحت رقم 570 روایت نمودند. و همچنین حدیث ابن رافع که میگوید اذا جلست في وسط الصلاه فاطمئن، هنگامی که در 2 رکعت اول در مابین نماز نشستی آرام بشو، آرام بگیر. فافترش فخذک یسرا ثم تشهد، گفتن ران چپت را پهن کن سپس تشهد بخون. چون یک ما انجام میدیم. این حدیث ابی داود تحت رقم 856 روایت کردن و البانی این حدیث را در ارواء الغلیل حدیثی 337 درست شمردن. بارک الله فیکم. این بود واجبات نماز که 8 تا هستند. اول تمام تکبیرات ها بجز تکبیرات احرام. دوم قول سمیع الله لمن حمیده از برای امام و شخصی که تنها گذار است. سوم ربنا لك الحمد از برای امام و مأموم. چهارم سبحان ربی العظیم در رکوع. پنجم سبحان ربی الاعلی در سجده. رب اغفر لی بین سجدتین و تشهد اول و نشستن برای تشهد اول. بارک الله فیکم. این بود چیز؟ این بود واجبات نماز که بیان کردیم.